سلام به همه علاقمندان خودرو. امروز قرار دو خودرو محبوب رو از 0 تا 100 کیلومتر بر ساعت مقایسه کنیم. بریم که مقایسه کنیم. اولی پژو 2/3. پژو 2/3 پانوراما که با نام 2/3 سقف شیشه‌ای نیز شناخته می شود. یک خودروی هاچبک از ایران خودروست که دارای سقف شیشه‌ای پانوراماست. این خودرو در دو مدل دنده‌ای و اتوماتیک با موتور 1.6 لیتری TU5 ارائه می شود. مشخصات فنی: موتور 1.6 لیتری TU5 با 16 سوپاپ و تنفس طبیعی. قدرت 105 اسب‌بخار، گشتاور 402 نیوتن متر، گیربکس 5 دنده دستی، مدل دنده‌ای و 4 سلط اتوماتیک، مدل اتوماتیک. شتاب دنده‌ای 11 ثانیه، حداکثر سرعت 19 کیلومتر بر ساعت. 6.6 لیتر در 100 کیلومتر دنده‌ای. ابعاد: فاصله محوری 24.43 میلیمتر، تعداد سرنشین 5 نفر، حجم صندوق عقب 24.5 لیتر، حجم باک 50 لیتر. ویژگی‌های خاص: سقف پانوراما. این ویژگی بارز خودروست که با در برخی مدل‌ها چراغ‌های روز LED، ترمزهای ABS و EBD، کیسه‌های هوا برای راننده و سرنشین جلو، سنسور دنده عقب. طرح‌های دنا پلاس از نظر ظاهری نسبت به دنا معمولی تغییراتی داشته است. در نمای جلو گرافیک چراغ‌ها و سپر تغییر کرده و در نمای جانبی خطوط بدنه و شیشه‌ها متفاوت شدند. در نمای عقب نیز گرافیک چراغ‌ها تغییر کرده و به LED مجهز شدند. نکات مثبت: طرح‌های بروزتر نسبت به دنا، امکانات رفاهی بیشتر، عملکرد مناسب موتور به خصوص در مدل توربو، فضای کابین و صندوق عقب جادار. نکات منفی: نفوذ صدای باد به داخل کابین در سرعت‌های بالا، کیفیت پایین برخی از قطعات، قیمت نسبتاً بالا. جمع‌بندی: دنا پلاس یک خودروی خانوادگی مناسب با امکانات رفاهی و ایمنی قابل قبول است. مدل توربوی این خودرو با ارائه قدرت بیشتر، تجربه رانندگی بهتری را فراهم می‌کند. که خیلی محبوب هست، دنا 6 ساتنا پلاس یک خودروی سواری تولید داخل است که توسط ایران خودرو عرضه می‌شود. این خودرو در دو مدل اصلی، دنا پلاس توربو و دنا پلاس بدون توربو با گیربکس‌های دستی و اتوماتیک موجود است. دنا پلاس در مقایسه با مدل پایه دنا از نظر ظاهری و امکانات رفاهی بهبود یافته است. مشخصات فنی: موتور دنا پلاس بدون توربو، موتور EF100 با حجم 1.7 لیتر و 16 سوپاپ که 113 اسب‌بخار قدرت و 155 نیوتن متر گشتاور تولید می‌کند. دنا پلاس توربو، موتور EF100 توربو با حجم 1.7 لیتر و 16 سوپاپ که 150 اسب‌بخار قدرت و 250 نیوتن متر گشتاور تولید می‌کند. گیربکس دستی 5 سرعته یا 6 سرعته، اتوماتیک 6 سرعته در مدل‌های توربو. ابعاد طول 4559 میلیمتر، عرض 1070 میلیمتر، برخی منابع 1944 میلیمتر ذکر کرده‌اند. ارتفاع 1460 میلیمتر، فاصله بین دو محور 273 میلیمتر است. خب نمیخوام دیگه ویدیو از این بلندتر بشه. اگه خوشتون اومد لایک، ساب کنید که برای ویدیوی بعدی انرژی بگیرم. خیلی مخلصیم. کانال ماشین بازی. بستادم انتهای جاده، ببین هر طوفانی ابتدای باد.